دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 6 مای اسماعیلوف بختیار اسلامدینویچ را با جرم انتقال بیش از 300,000 روبل به اعضای سازمان تروریستی به 15 سال زندان نظامش سخت محکوم کرد. دادگاه اسماعیلوف را بر اساس قسم دوم ماده 179 تروریسم با مصلحت پیشکی از جانب گروه شخصان و 187 قسم دو تشکیل اتحادیه جنایتی گناهگار شناخته است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 21 مای در شرح این پرونده گفت در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی سودی معین شده است که اسماعیلوف دیده و دانسته که اشتراک در فعالیت این تشکیلات جنایتی اعتراف گردیده، فعالیت آن با حلنامه سود عالی همچون تشکیلات تروریستی اکستریمیستی اعتراف و منع گردیده است، با مقصد نشان دادن صداقت خود در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی واتساپ با نام‌های مستعاری بختیار اسماعیلوف، اسلامدین ابراهیموویچ و غیره خودش را به قید گرفته توسط شبکه‌های اینترنتی بالا ذکر شده از اتیخان رستم و دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان برای صادر نمودن عملهای تروریستی در قلمرو فدراسیون روسیه تفسیه گرفته به واسطه کارت سبربانک فدراسیون روسیه به صورت حساب اعضایان تشکیلات مذکور در دوره‌های گوناگون از سال 2015 تا سال 2021 مبلغ زیاده از 300,000 روبل فدراسیون روسیه را گذرانیده است. اسم سازمانی که اسماعیلوف برایش 300,000 روبل کمک گذرانیده است در گزارش ذکر نشده است، ولی ظاهرا سخن درباره داعش می رود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 21 مای در سخنرانیش در ملاقات با نمایندگان جوانان از آن اظهار نگرانی کرد که وقتهای آخر در کشور نسبت به 1660 نفر شهروندان تا 30 ساله که 41 نفر آنها نابالغ می باشد برای اشتراک در زده‌خوردهای مسلحانه در حدود کشورهای خارجی پرونده های جنایتی گشودند. او همچنین گفت 70% شخصان به صف جنگیان کشورهای دیگر از جمله سوریه و عراق شامل شده از بین مهاجران مهنتی توسط شبکه‌های اینترنتی جلب گردیدند. به حساب مقامات تاجیکستان در عموم بیش از 2000 نفر از شهروندان این کشور به دام مبلغان گروه‌های به نام جهادی افتاده، برخیش حتی با زن و کودکان خود به قبل خانه‌خیز به سوریه و عراق دو کشور جنگ زده خاور میانه رفتند و به صف سازمان‌های تروریستی چون داعش پیوستند. به حساب مقامات تاجیک بیش از 500 نفر از جنگیان تاجیک در سوریه و عراق کشته شده، حالا 500 زن و کودک آنها در آن دو کشور جنگ زده در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان حالا تلاش دارد تا این زنان و کودکان را به وطن برگرداند.